هست در تابستان برق نیست. این خنده‌آور است. خبرنگاران در نشست مطبوعاتی برق توجیک سبب رسمی قطع شدن برق را در فصل گرما زیر شبهه گذاشتند. یکی از آنها کارمند ازیا پلوس سیفالدین قرایف از مشکلات مردم یک دهه شهر ترسونزاده مثال آورد. سلتا کشتن سببش نامعلوم. وقتی ما می‌گوییم رئیسی آدم متصلی وقتی سیزنی حج بود. سلتا کشتن حج دارد. آجی ها. روزی هایدام همین کار مکانیز حج شد. از سلتا در این حجا همین چیل درد زیادی و مردم در خانه شد تصدیقی و بچه‌ی اکثر مردم کش بستن اصلا دیگه موقتا یک 4 آیلمون تمام دیگر رفتن تو هنوزی برگشته نیستن. در پاسخ جامع عمرов معاون رئیس شرکت شبکه‌های تقسیمات نیروی برق فرسودگی خط و دستگاه‌های انتقال برق نامید و وعده کرد که واقعه را بررسی می‌کند. نمی‌بینیم محصولاتی که در همون منطقه وابسته می‌باشند معلوم می‌کنیم چیزی که هست تلفن ما رو مخاطب ما صحبت می‌شیم ببینیم اون مسئله را خودی بررسی می‌کنیم در پیشی برای چی کدام سبب باشه. شکایت ها از بی‌برقی از بسیار منطقه های دیگری تاجیکستان نیز می رسند. روزنامه‌نگار دیگر فخرالدین خالبک از تجربه خود تصدیق کرد که با تقسیم شدن برق تاجیک به 3 شرکت مستقل تامین اهالی با برق نه بهتر بلکه بدتر شده است. واقعا همچون یک مشتری بودم که این برق استفاده میکند همین این موثری همین نظام من با چشم خودم میبینم و خودم شخصا احساس میکنم. مشکل برق سالهاست مردم تاجیکستان را عذاب می‌دهد. چندین بار قرض‌های شرکت برق تاجیک بخشیده شد و در آن گویا اصلاحات جریان گرفت، اما مسئله حل خود را نیافت. سفرهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ساختمان نیروگاه راغون اشاره به آنند که مقامات به مسئله دقت زیاد می‌دهند، ولی معلوم نیست کی بی‌برقی در تاجیکستان به افسانه تبدیل خواهد یافت.